الله هم گپ نمیزنی؟ یکان گپی میگفتگی نیست. با خانه ما ندار آمدیم. زن و کودکم را چرا ترساندید؟ ما با زن و کودک کار نداریم. کو گپ زن؟ ایکته بغیر از ترساندن زن و کودک باز چه هنر دارد؟ من نمیدونم. بگو پشتیبان شما کیست؟ از پای کی هستید؟ یکان چیز نمیدونم. ایکته را باری اول از تو میشنوم. همین خیلی؟ خب گپ نزدنت به من پسند آمد. آدمی باوری ناک بودی، لیکن من هم متخصص ساحه خودم. سردارم من باید به خونه روم. اکنون دو وظیفه داری اتینا، هم روزنامه و هم مرد ایون را یافتن لازم. هر دوشان رو میابم، پروا نکنید. سردارم اگر ملکه موافق نشود دیگر راه ها را نیز باید فکر کنیم. مثلا با درونی ایکته آدمی میفرستیم. عجبا مرد وین میدونسته باشد که یگیت فرزند اوست؟ نه به فکرم. اگر میدانست بر وقت میافت. یگیت هم ایکته را دشمنی خود میداند. آدم هایی که خانه او در آمدن از ایکته میدانند. هرچی لازم باشد اجرا کن. در این موضوع به تو باوری دارم. حاضر باید که من روم. مهمان ها انتظارند. فهمو سردار. میدانی چی؟ هرگز خیال نمی کردم که این دایره آتش روز ما را احاطه می کند. قمار بازی میکنی؟ پوکر 21 رولت با من حتما بازی میکنی. به بینای جناب آمده عکس ها میگیری. همین خیلی نه؟ از یک طرف این هم قمار است. قمار حیات. با خانه کی در آمده باشد ما نمیدانیم. زن و فرزندت را دیگران ترساندن، نه ما. حاضر به تو قاعده بازی رولت یگیت را میفهمانم. در تپانچه همگی یک تیر است. برای گپ زدن 5 امکان داری. البته اگر بختت خندد سر میکنیم. گپ میزنی یا که دوام میدهیم؟ من با تو دیگر گپ ندارم. حس میکنم که تو به من دروغ میگویی. برای دور دوم تیاری؟ دوستان ترک فکر ناآرام کردن وضعیت را ندارند. با فکرم سخن از مجلس بیرون است. البته من خودم را هنگام آمدن به استانبول از ارمنی های دوست حساب نمی کنم. آقای ارد این آدم را دیروز در تلویزیون سخت ترساندم. زوین انسرجیان با صدتهای یافتش هستی دیاسپوری ارمنی را در خطر ماند. دعوای قتل عام را به میان گذاشت. در این مورد شما هم جواب میدهید. رفیقان فراموش میکنید که ما همه در یک باطلاقیم و در یک دیگ میجوشیم. حاضر از جانب ما چی میخواهید؟
این آدم را کشیم؟ این کار مثل پیشینه آسان حل نمی شود. قبلا روزنامه‌نگاری را کشتیم. امنیت پروکراتور قریب فاش میکرد. دیگر فریب نمیخورند. فهمیده گیرید. همان سند را میخواهیم. به قریبی کمیسیون تاریخ شناسی میآیند. بحث قتل عام را باطل میکنند. زیوان هم اعضای این کمیسیون است. حتی برای این کار قتل عام این سند را پیشکش میکند. حتی در پیش جهانیان. اما ما این را اجازت نمیدیم. این سند در کجاست؟ در یکی از وزارت‌ها در خزینه مخصوص نگاه می‌دارند. تنها کارمندان والا و زوین آنجا می‌درآیند. سند نباید به کمیسیون رسد. فهمیدم. ما می‌بینیم که برای شما چی کاری کرده می‌توانیم. شما هم مانده شده. دوست‌ها را به مهمانخانه ببرید. وقت زیاد نداریم. چقدر زود شود همانقدر خوب است. با اجازت شما. خرسند کردید. خیر نباشد. افغان‌ها را جمع کنید. اطاعت سردار. امتیازات کم می شود. 4 حق دیگر داری. به من بگو که ایکته کیست و به چی کار مشغول است. من هم مینه سرت را پاش نمی دهم. اگر دانم هم نمیگویم. تو بسیار صادق بوده ای. لیکن مینه سرت پاش خورد حیف می شوی. می فهمی؟ سه دیگر ماند. هیجان من می افزاید. من هم در اندیشه آینده ام. دوی دیگر ماند. برای گپ زدن حالا هم امتیاز داره. خب فکر کن. سخنی آخرینت. با سرم بار اول سلاح نمیمانند. بله، وقتی برایم جدا شده تمام شد. حاضر یا گپ میزنی یا دنیای فانی را الوداع میگویی. الوداع حیات فانی. کاش که با تو در یک صف می بودم. مردان اصیل را احترام دارم، لیکن ما هم قول داده ایم. ما قول خود را خلاف نمی کنیم. تا اینجا کارمان هوا و بازی بود. حاضر من زیر میکنم، آهنگ میافتد، سوزن تپانچه بارود را میسوزاند، تیر با آوازی زده میبراید، مینت را به دیوار پاش میدهد.
آخرین بار میپرسم گپ میزنی یا نه؟ پارانو خیر. تو حیف میشوی. هی باز چه گپ شد؟ من حاضر میآیم. تو یگانجا گم نشو. در حال میآیم. الو؟ الو، آقای یگیت رو میخواهم. من یگیتم. بله؟ روزنامه رو میخواهیم وگرنه زن و کودکت میمیرد. شما کی هستید؟ ایکته. به من گوش کن. آدم شما ثابت یا مابید در دست من است. سردارم، یگیت ثابت را داشته است. ثابت را داشته است؟ ثابت برای ما قدری هم ندارد. خواهی کشته پرتو. ما از پی روزنامه ایم. الو؟ الو؟ ما گناه از من گذشت. حاضر یگیت ثابت را پوست میکند. آدمان شما میگن که ایست! ایست! این دفعه نجات یافته، لیکن البته باز وا میخوریم. یک لحظه غافل مانی. تمام. این آدم در حقیقت کاردان بوده است. در حقیقت این پیکاس از هفتگانه است. بله، بار بدیدارش مشرف شدیم. سابق اخبارات چی؟ این سایه است. نام اساسیش گفتیم از آدمان مخصوص پیکاس است. این مرس است؟ بله. برای ثبت پرسیده ایستاده ایم. در این بین عکس ها عکس اتن است؟ این خدای جنگیان است. اتنا نام دارد. یا اینکه مربی باغچه ملیکا. اون زنی که در باغچه کشته شد اون کس اتنا نبود؟ نه، ملیکا تربیه جاسوسی دیده است. مثل روباه زیرک است. از او که شبهه کردید آیلین خانم را بدام افکنده، شما را هم فریب داده است. مقصد اتنا چیست؟ یگیت را بدام خودشان افکندند و موفق هم شدند. یگیت را از پلیسی گرفتند. این دومی تیار کرده اتنا است؟ تو چی فکر کردی؟ یگیت را مخصوص سنجشی روانه کردند و فهمیدند که طرف ضعیفیش حلیمه است. و بعد پروکورور سوها را به سویش تیله دادند. آنها هم خوب میدونستند که سخنی بدی نسبت حلیمه یگیت را دیوانه میکند. با این نقشه از وظیفه دور کرده شد. تنها ماند. معلوم که از پوده دور شده را گرگ میخورد. حیف که ما در غفلت ماندیم. دوستمان را به گرگ ها دادیم. بدی کار هم بخبر بودن یگیت از این نقشه های آنهاست.
خوش آمدی جانم. خوش باشه. گرسنه یگون چیز تیار کنم؟ نه گرسنه نیستم. یکی از محافظان نیست؟ فاتح رو با بخچه برد حاضر می آید. غمگین می نمایی. در مسئله پدرت یگون چیز یافتی؟ نه به نتیجه پیشروی نیست. یک چیز پرسیدن میخواهم اما نمیخواهم که غمگینت کنم. مرحمت پرسیدن گیر. نخواد آدم فرزند خودش رو به یک مایزده دهد هیچ اقلام نمیگیرد. یعنی تو رو فرزند خودش رو. من هم همین را فهمیدنی هستم. تا او را نیابم این معما میماند. لابای زنک نجیب ما با کودکو برای خرید می رویم. الپرین دونر می خواهم می گوید. کار نداشته باشی بیا همراه رویم. کمی کار دارم. بر وقت تمام شود زنگ میزنم. اشتیاقتان به شما. آخر چرا یگیت؟ چرا ممدونه و یا دیگر نفر نه؟ در این حکمت باید باشد. نجیب سردار یگیت رو چقدر میشناسی؟ خوب میشناسم. مثلا پدرش رو میشناسی؟ خودش میگفت که یک مایزده است. او همین قدر میدانست یک روز از خواب میخیزی که همه چیزی میدانسته که دروغ بوده است. حیات چیزی عجیب است. تو چه گفتنی هستی؟ روی راست بگو. پدر اساسی یگیت مرد ایوین است، یعنی نویسنده همون روزنامه. البته که این رو او نمیداند. پس تو از کجا میدانی؟ اجازه دهید من بگویم. عملیات یگیت رومان سر کرده بوده. ملکه را نزد یگیت کی فرستاد؟ گفته که مردیوین را کشتند. پس میدانی که کی او را کشته است؟ 2 نفری نزدیک بودهش. آدم دست راستش پیسگار و شاگردش پیکس. پس حالات را ما چون خلاصه میکنیم. این 2 نفر با قوه‌های اجنبی و شبکه‌های مخصوص مصلحت کردند. مرد ایون با آنها کاری نداشت. او برای جنگ بر مقابل چنین آدم‌ها سازمان را تشکیل کرد و از طرف دوستانش که با خارجیان زبانی کرده بودند کشته شد. همینطور نیست؟ عیناً همینطور. آنچه که به سر پدر یگیت آمده است به سر بابایش هم آمده بود. تشکیل کننده سازمان تشکیلات مخصوص بابا یگیت می باشد. خدایا خداوندا، حاضر تو مطمئنی که درباره یگیت ما صحبت داری؟ باور نکنی کفت و کاپ کن. نجیب این قصه 100 ساله. امروز یگیت در نقش اساسی. یعنی اینها خیلی پیش تشکیلات مخصوص رو به دست گرفتند؟ بله. ممکن به شما عجیب نماید. در آغاز ترقیات اتحاد حزب وطن دوستانه به سبزی اینها وارد شدند و با کارشان دولت بزرگ را محو کردند. بس نبود که تا امروز به همان ترقی پنهانی به همه شاخه ها وارد شدند. با چی راهی که نباشد به همه جا وارد شدند. حالا همه جا در دست آنها. در وقت بحران آسایش هم در همه جا باشند. پس تو در اینجا چیکار داری؟ مثل بیگناه گپ میزنی. از بیرون نفری شنوت فکر میکند که ذره گناه نداری. جنگ نکنید آقای دادستان. از بابسه از صاحب شیعه میکشد. تشکری زیاد. هیچ گپ نه ملکه خانم. کنی بیا جانکم پدرت اومده است. بیا ببینید پدرش کی اومد. شرمچه من اپا شرمچه من پهلوان من گریه نکن شیرینک من گریه نکن. بچه هم رو یاد کردم. خیلی خوشبخت است که تو بر این پدر دارد. انشاءالله چنین است. من برای فاتح یگون چیز تیار کنم. گریه نکن فاتح که من زیبا که من گریه نکن جانم. پدرم باری هم مرا در بغلش نوازش نکرده است. یک بار هم سرم را سیله نکرده است. لیکن تو باید گذشته مرا تکرار نکنی.
بچه‌ام اومدی پدرت است از اینجا برو. مایلش باشه من حاضر میروم. خیز از اینجا احمق. خیز کنی خیز گفتم. احمق با من گپ نگردم. در خانه بغیر از همین دیگر چیز نیست. گپ نگردم گفتم. تو رو میکشم. منو قاتل بکنی تو. قاتل. آخر تو رو تیکه تیکه میکنم. تیکه فهمیدی؟ تیکه میکنم. آخر ما با تو چی کردی؟ تو رو میکشم. گپ نگردم تو رو میکشم فهمیدی؟ گپ نزن. زبانت رو میبرم. گپ نزن احمق. تو رو میکشم فهمیدی؟ ای احمق. تو رو هم میکشم. بیا گفتم احمق نگوریز. یکی باشم چی شد؟ اما که نازی مرا خلاص تو نشان میدم. نترس تو نشان میدم. مادرم رو میزدم. از این کودک مایده چی میخوای؟ عیب نیست مگر ها؟ تو خودت کیستی؟ کاردار نشم. کنی این رو به من ده. مگر میزیبه به این کار. شد بچم شد. نترس همش گذشت. اما که نازیم وای مادرم رو میکشد یاری دیه. نترس هیچ چیز نمیشه. خوراک فاتحه رو دادم. تشکر. خوب هستی؟ خوبم. به چشمم چنگ در آمد. چرا گریه کردی؟ بیناماز. مرد بیناماز. هر شب مادرم را میزد. بیچاره چقدر خدمت میکرد. فایده ای نداشت. تو رو هم میزد. بسیار. با تسمه به پشتم میزد. به یک جای تنگ مرا محکم میکرد. در تاریکی در اطرافم موشها دو و تاز میکردند. اینقدر عذاب کشیدنت رو نمیدونستم. گذشت. همش گذشت. اون آدم حال هم زنده است؟ مرد. در محله همه که نازیم بودند و من کمک کردند و خوب و گنده پالیز شدم. گوش کن. شاید اما که نازیم پدری اصلیت رو شناسد. یکم بار نزدش نرفته ای؟ چند سال شد که نزدشان نرفتم. اگر خواهی رفته با اما که نازیم صحبت میکنیم. چی گفتی؟ میشود. میرویم. رفتیم. سردارم در این بینا بودن ثابت رو از کجا دانستید؟ وقتی که یکی ثابت رو برد یک دوستمون خبر داد. خدا مدد کرده است. با آسانی خلاص شدید. تشکر. اگر سردارم نمی آمد قریب بود که مرا میکشت. کنی قراخان تو گرزن عرض کیرگریان برای چی آمده است؟ یکان چی فهمیده توانستی؟ معلوم است که برای بین ما و ارمنها تبر زدن آمده است. سردار تاریخ به ما فرصت غنیمتی را تقدیم داده است تا ما این دشمنی را از بین بریم. گوش کن ثابت، حالا ترکیه را شخصانی اداره میکنن که فرصت و جسارت دارند. دیگر ما به خلقمان دولت نظامی را قبول نداریم و لباس آریتی را هم نمیپوشیم. بله نباید پوشیم. دولت باید شد که از جهت اقتصادی پر اقتدار تبدیل دادن کشور به منطقه دموکراتی راه است به سوی هدف. کشور دیگر وقتی ندارد که برای جنگ صرف نماید. دیگر با سوی قصدها و عملیاتها مردم را فریب نمی کنند. همه نقشه و عملیاتهای ارگن کندو را برباد می دهیم. در منطقه راهبر صلح می شویم اگر نخواهند. و ترکیه یکی
از کشورهای نقش اساسی داشته می شود. به فتنه‌جویان میگویم که این نه لایحه شرق میانه است و نه برگشت به عثمانی ها. اکنون با امریکا، روسیه و با اسرائیل میگویم که کار کردنی باشید. از این پس از ما میپرسید. طالع در طرف ماست. شکری بی پایان. شکر. این خیلی زمان در 500 و حتی 1000 سال یک بار می آید. سردار، هر امری که شما می دهید ما آماده ایم. در مسئله اراد به امنیت رساندید؟ نه هنوز. بچه ها جایش را معاین کنند، من هم می روم. آقای ثابت، جای نجیب سردار را فهمیدیم. با شما جواب. اطاعت سردار. انا همینجا محله که من کلان شدم. این بنا خیلی کهنه بود. در پایان میدان بازی ما بود. اکنون از آن چیزی باقی نمانده است. دنیا دیگر شده ایستاده است و مثل ما یکی. بله. بیا رفتیم. اپا استاد ناظم در خانه؟ نه دادرم، آنها 2 سال پیش به محله بالا کوچیدند. تشکر به شما اپا جان. خیرت که به جای دور نکوچیدن. سلامت باشید اپا جان. سلامت باشید. بیا بچم، کی را میپرسید؟ خدای خدره، شما مرا نشناختید. درست تر ببینید. یگید، خدا خیرت دهد. در کجاها میگردی؟ خدای خدره، چه حال دارید؟ آمکه نازی آمدن. شما دیدید در کجا میگردی؟ مرحبا، بخونه در سلامت باشید. خوب شد که آمدی. خیلی شد که یک جای خوراک نخورده ایم. چیکار کنیم زنه؟ کار بسیار. لبای چی میخوایی؟ بچه ها؟ با من کباب اسکندری بیاره. من یک تنور کباب عادی میخواهم. من هم تنور کباب میخواهم. نجیب تو چی؟ نجیب؟ یک شوربا اگر ممکن باشه. فرما جناب. یکان گپ شد؟ نه، چی هم میشود؟ من یک رفته دستم رو بشویم. این چه تصادفی خوبه؟ با فکرم اگر اینجا صحبت کنیم باکی ندارد. اطراف همه پر از ویروس. ترجیح خوبی کرده ایم. درباره چی گپ میزنیم؟ آراد کرکاریان. که بوده است این آدم؟ ویروسی که از زکام خوب بدتر است. ببین این روز اولی مکتب رفتنت. در کودکی خیلی شیرین روی بوده. دخترم عذاب اینها رو من هم کشیدم. با اینو بچم کسی صرفم نمیرفت. چون سر حرکت بودند که هیچ موندن گیر. به خدا راست میگم که نازم. در جایی که آن مرض بود ما اونجا بودیم. در حق من پدروار خدمت کردم که نازی. من آن را هیچگاه فراموش نمیکنم. خیل نگو بچم. تو هم فرزندی ما هستی. کاش که پدر از زنده میبود تو را چنین میدید. بخیر است بچم چی شد؟ با اما که نازیم بگوی آخر. چرا میگوید؟ یا یگون کاری بد شد؟ یکی میخواهد به شما چیزی بگوید. مرحمت کند دخترم. اما که نازم من فهمیدم که آن میزده پدری من نبوده است. پدر یکی دیگر کس بوده است. برای من هم سال هاست که درد سر بود. گفتم که بگویم اما زبانم نگشت. استغفرالله. اما که نازم این خیل نگوید. آن مرد روز چنان نوشیده بود که ناخواست از دهانش برآمد. نفر با نام حسن تو را
به این کس داده است و گفته است که کودک را نگاه کنی با تو این مبلغ را میدهم. به چمون کس پیشتر چنین مستی نمی کردن. پول را دیده دیگر شد به عرق و قیمور سر کرد. چی بدی ها به تو و مادرت نکرد؟ اما که ناظم من پدرم را چطور میابم؟ داند هم تنها همان حسن میداند و خلاص. اون حسن در کجا باشد؟ پس این کیرکاریان بابا برای چی به ترکیه آمده است؟ این آدم دویمی دیاسپورای ارمنی ها می باشد. با ارگن کاندو واخورد. از پای کاری است. مثال؟ هنوز نمیدانم. وقتی که واخورده بودیم فهمیدم که با اجنبی ها رابطه دارد. نگاه مکن که آنها وطن دوست و خدمتگارند. این آدم را میشناسی؟ نه. تو چی؟ نامش یگید سابق سرکمیسر. همین خیلی. دیگر چی میدونی؟ حاضر با پیکس کار میکند. یعنی با ارگن کاندو. حکمتش چی باشد که او را خیلی احترام میکنند. عجب چرا؟ آن طرفش را نمیدانم. پلیس این کشور شمایید. من که پلیسم. تو کی هستی؟ من خدمتگار شمایم. حسن پس از مرگ آن میزده یک دو مراتب آمده بود. ناراحت بود. بعدا خبر آمد که در بیمارخانه روحی و یا بیپرستاران است. در تو سروغش بود کو؟ بود لیکن نیافته استادم. در کجای مونده باشم نمیدونم. اما که ناظم شما را زحمت دادیم. مرحمت این کارت من. لبی یگید عملیات زمین انسرجیان سر می شود. زود به جای کار بیو. فهمیدم می آیم. به کجا می روید؟ خوراک تیار می شود. انشاءالله باز می آییم. من باید روم اما که ناظم. مایلش انتظار میشم. خوش آمدید. می آیم انشاءالله می آیم. خاله شایدم تا باز دید. باز بیا بچم این خیل نمی شود میلش. خوش باش. انشاءالله می آیم. خیر. خدا یارتان. کجا شدی نجیب؟ شوربا خنک شد. آنا آمدم زنک. دادا کباب بامزه بود. با اشتهایی توم؟ خوراک در حقیقت بولازاد بوده است. مندو بچه ها رو جمع کن مجلس میکنیم. کمی دیرتر در شوبه میشوم. اف دادا باز همین کار. چی کنم دخترم؟ این بیادب ها آرام نمیگذارند. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. ما باید این آدم را نیست کنیم. تنها همین کس سند را با ما میارد. چه نقشه است؟ سایه زن و کودکش را از خانهش میبرد. مرد هر روز به کتابخانه میرود. تو هم مرد را از کتابخانه گرفته میاری. و بعد معلوم خودش خانواده‌اش را دوست دارد. سند را با ما میارد. همه‌اش همین. به کسی چیزی نمیشود. کار تازه بوده است. زود همه عملیات را سر کند. خوب بچه ها، دیاسپورای ارمنی ها به ترکیه آمده است. فراموش نکنید که قبلا روزنامه‌نگاری را به قتل رسانیدند. شاید این قتل را به سر ما بار کنند. البته که از ما میبینند و در نهایت کار را ترک کرده است. اسلوب کارشان همین. تاجر را جانبداران چپ میکشد، پروفسور را با شریعت داران
ғайримусулмонро бошад миллатгаро. сардорам, рӯйхати супоришшударо тайёр кардам. Бо иҷозати шумо. як ҷое мебинем. шаҳрвандоне ки арманӣ ҳастанд ва эътибор доранд, дар байнашон ҳама ҳаст. рӯзноманигор, тоҷир, профессор. як лаҳза мемдӯ. ту ин одамро мешиносӣ? завен энсерҷиам, таърихшинос. рӯзи гузашта дар телевизион бо миник кая баҳс карда буд. мемдӯ, ту бо ин кас мешавӣ? итоат сардорам. дар дастамон далел надорем. аз ин рӯ корро махфӣ мекунем. бо диққат бошед. касе худро маълум накунад ки таъқибаш дорем. фаҳмо? фаҳмо сардорам. пас ҳам аз паи кор. боз ба китобхона меравӣ? бояд корҳоямро анҷом диҳам. хайр дада. то дидан. то дидан. ин мендӯ ҳаст. маълум ки полис аз паяш аст. йигит, завен аз хона баромад. дӯсти ту ҳам дунболаш аст, бо диққат бош. хеле хуб, бо ин баҳона дӯстамро ҳам мебинам. ман ба хона медароям. рафтем. писарам, дарсатро тайёр кун. майла шуча. дару бачам. лабай? рӯзатон бахайр бошад. ман аз ширкати суғуртавии пикас. оё шумо суғурта доред? ташаккур, лозим намедонем. ин хел нагӯед. боз ягон балон наояд. ногоҳ касе омада туро бо писарат надузданд. ҷаноб, шумо чиҳо гуфта истодаед? дарун даро. шумо кисе? сар диҳед мегӯям. инро гир. майлаш, хомӯш бош. хомӯш. хомӯш гуфтам, даматро гир. Чӣ мехоҳед? чӣ намефаҳмӣ? хомӯш. ален. ҳозир. кӯдакро гирем. ален гурез. ален гурез мегӯям. азон мегӯям. майдаяк. ален. майдаяк. кани зудтар баро. ален гурез. сар диҳед. даматро гир, намефаҳмӣ? майдак. чӣ мехоҳед? куҷо шудӣ? гурез. ба писарам нарасе. ин инҷо. ален. майдак. бачам, ален. ален. бачам. ин кӯдак куҷо шуда? ой 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 ой, ин корат хуб не. кани инҷо шин. кӯдак куҷо шуд? дӯфшам. асман, чӣ мехоҳед? ҳама ҷоро дидам, касе нест. ҳамомро дидӣ? не. ту инҷо бош. ален. ёрӣ диҳед. ёрӣ диҳед. худоё тавба. хуб ҳастӣ? шуд шуд.
سر دهید هیچ گپ نی سر دهید مایلش مرو هیچ گپ نی سر دهید مرو میگویم ایست آرام شو بچه نقش شو مایلش هیچ گپ نی با کجا میبرید مرو سر دهید میگویم چی میخواید از ما سر دهید مرو سری چپ را گذار آرام شو کارم رو نبیار بچم سرده بچم را حیوانی احمق به بچم چی کار داری؟ سایه چی کار کردی؟ زن و کودک رو گرفتیم خیلی خوب در انبار میبینیم یکی نشان ده نوبتی تو دوستم در اجرای وظیفه است میمیده رو چخیل فریب کنم استاد چه حال دارید؟ تشکر زیاد استاد لبای؟ اینجا مردی شبهناکی است نگاه کنید چی شد از با این آدم؟ اهمیت دادم که فقط شما را تعقیب میکند راست میگویی؟ من دیدم استاد وی سلاح هم دارد سلاح؟ چشمش دایم سوی شماست باز یکان نیتی بد نداشته باشد استاد پیش هم با من تهدید کرده بودن نخواهد استاد بهتر است شما را از اینجا میبراریم چگل میبراری؟ من کمکتان میکنم با من بیایید مرحبا استاد راه گردید استاد با عقیبتان نگاه نکنید دویدیم استاد میدویم این آدم را کجا میبرید؟ او سلاح دارد هر دویتان نیستید استاد چی شد به شما؟ پایم لط خورد ببخشید پیشتان رو نگاه کنید ببخشید زودتر استاد این ماشین از کجا پیدا شد؟ ایست پلیس دقت همه گروه ها سبکروی سیاه مرا به کجا میبرید؟ شما کی هستید؟ نترس تو را به نزد زن و فرزندت میبریم چه؟ هرچی که شنیدی پس مرا کی تعقیب میکرد؟ پلیس یعنی آدمی خوب تو ضرور آید من آدمی بد هم میشوم فهمیده
آنها کجا گم شدند؟ کجا شدید؟ خدایا نیستند، آخر نیستند. در پیش چشممون گم کردیم. این دوستی ما نمی نماید انیق که دیوانه شده است. ما را گم کرد. از من چی میخواهید؟ شما ما را به کجا میبرید؟ استاد کمی صبر کنید، کمی دیگر صبر کنید، همش را میفهمید. آزین من با تو چی گفتم؟ چی گفتم ها؟ ایسه دلتیموس آخی رحم کنید. تو از من چی میخواهی؟ چی میخواهی؟ بیاید و نشان دهد، حالا در راه است. بخیر است سرکمیسر، چی گپ شد؟ ارسنجیان رو دزدیدند. هدف همان بوده است. نخواد. رقم ماشین هم ساخته برآمده است. دایما یک کار. من به سردارم چی میگویم؟ او در کجاست؟ من دارم اینجایم. مندو چی گپ شد؟ سردارم آدم رو از پیش چشممون دزدیدند. خیز از جاد مندو، خیز! حالا وقت شوخی نیست. چند مراتب گفتم که هوشیار باشید. اینها خطرناکند، اینها زیرکند و ما باید از آنها زیرکتر شویم، تسلیم نشویم. و یک چاه دو بار نمیافتند. عقلمان را باید کار فرماییم. تمام. یک جایه شویم و باز با یک کوشش دیگر باید کار را انجام دهیم. بیایید. زفیر باشه تو اومد. تو خوب هستی؟ دادا خوب هستی باشه جون؟ دادا ما رو از اینجا خلاص من تو کنه. رو خلاصت میکنم. باشه جونی من، نترس، من تو رو خلاص میکنم. من تو رو حتما خلاص میکنم. بس کن هرزه را. یکی چیکار میکنی؟ کودک را به حالش گذار. به این هم سخت ترسیده است. ماری حالت خوب است؟ خوبم اما سخت ترسیدم. الا پیکس نترس، من تو رو از اینجا خلاص میکنم. آنها در همین جا، همه‌اش خوب. لیکن پایش معیوب شده است. مایلش تا دیدم. خوش آمدید. تو را دوباره دیدن چی سعادتی است. چی خبر شیر بچه؟ بسیار خوب. خوش آمدید. مرحمت. توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نون تو شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقص میشن. خوشنی جا ایش چیز. تو؟ معلوم می شود که فرمایشگری این کار تو هستی. داماد روگی خیانت کن. من به کسی خیانت نکردم. شما از حساب قتل عام سال هاست که فایده به دست آوردید. نه ارمنستان و نه ترکیه فایده به دست نآورده است. یگانه کاری کرده اتون دشمنی است. دادا جون
یگید اینجا بیا کمی گپ زنیم. به این طرف. چه گپ؟ شطرنج بازی میکنی؟ این چه دخل دارد؟ در شطرنج بعضی اسلوب‌ها هست. دقت نفر را به سوی دیگر پریشان میکنی. با او دام میدهی، مثال افسر، مثال اسب، فداکاری میکنی. چرا؟ برای گرفتن وزیر. منظره دیدت همین است. برای پیشرفت ترکیه بعضا فداکاری در کار است. این سند نباید فاش شود. 5 سال پس با دیگر سند استفاده برده می شود. این زوینی ارمن می خواهد سند را بر وقت بربادید. هدفش بربادی است و خلاص. به بازی آنها نمی داریم. میدش چه که لازم باشد میکنیم. می توانی شرح و ایضاح ندهی؟ میدانم. امروز پگاه با جای من تو میشینی. فهمیدی؟ تو باید اینها را دانی. لیکن پای مرد سخت معیوب شده است. قدم مانده نمیتواند. سند را چخل میگیریم. پلیس هم میدوند که ما مرد را دزدیدیم. این کاری خوب نیست. من میدرایم. چی؟ تو خودت میدانی که چخل مویزت میکنی. این غیر امکان است. غیر امکان. اما کمی وقت لازم است. در اصل سایه حق است. خزینه وزارت جدی محافظت می شود. یکون نقشه داری؟ آن طرفش کار من. لیکن من یک شرط دارم. چی بوده است؟ به این مرد و عائله‌اش یگان ضرری نمی رسانید. با گناهکار چگونه رفتار میکنم این را خودت نقض میدانی. پروا نکن. کار که تمام شد آزاد میکنیم. به پلیس هم خبر نمیدهیم. او همه خشتباری در ارمنستان بودش را میداند. کمی ترسید. خوب. پس همش فهمم. وقتی زیادتی نداریم. کار را کی تمام میکنید؟ همین شب. امروزها حساس شده است. مرد سری فرزندش اسیله کرد لای قریب گریه کند. تو حیات اثر گذرانده او را از 10 یکش را ندیده ای. او را احترام بکن. دوستان شما را برای یک جلسه مهم جمع کردم. ببخشید. گپ زن پیکاس. عالم با عائله‌اش در دستی ماست. امشب سند را میگیریم. خیلی خوب. کار را دیده برایید. مرا نزد دوستان شرمنده نکنید. خواطر نشوید سردار، حل میکنیم. امیدواریم. سردارم خبری مهمی است؟ بله. یک خبری خیلی مهم است. دشمن اشدیمان را مرده میدونستیم اما امروز فهمیدیم که زنده بوده است. نام دشمن چی بوده است؟ مردوین. او زنده است.
دعوا و روزنامه همه کار ما را به عاقب زد. مرد وین همه اسرار را میداند، همه قدم زنی هایمان را تخمین میکند. دانسته ماند که برای مانعی نقشهمان هرچی از دستش آید میکند. سردارم، شما از این مطمئنید؟ البته مطمئنم. شبهه ندارم که ایکته را او نساخته باشد. این پیشروی بزرگ است. به این خاطر همه‌مان باید به دقت باشیم. کار مرد ایون نفره را به گروه ما شامل کردن است. اگر دانم که بینمان خائنی هست، سرش را با دست خودم جدا میکنم. گفته های من همین قدر است. میتوانید برایید. یک سال می شود که بچه‌ام را دادم. آوازش هنوز هم در گوشم، بویش در دماغم. نمیدانم که حسن او را به کی داده است. مطمئنم که به یگان عائله خوب داده است و او هم خوشبخت است. پدر در کجایی؟ اکنون پیدا شو آخر. کیست در اینجا؟ کیست؟ تو کی هستی میگویم؟ کی در اینجا؟ حافظ. حالا هم همین جای قراخان چی شده است؟ سردارم، مسئله مرد ایوین مرا کمی به اندیشه آورد. یگان چاره ای نمیبینیم؟ البته میبینیم. سردارم، البته یگان فکر کرده اید. اول او را میابم، بعد زیر 7 قبط زمین گور میکنم. نقشه همین. میفهمم سردارم، من نقشه کارکرد را در نظر داشتم. لازم که شد میفهمی. پس با اجازه شما. ثابت، مرا گوش کن. پیشروی جدی هست. امشب در جای سردار وا میخوریم. میلش. آواز خان، تو کی هستی؟ از کجایی؟ از کجا آمدی؟ به کجا میروی؟ کنی قصه کن. مرا دانستن از چی لازم؟ یک مرد غریبم. تو همه وقت یک معمایی. چنان می نماید که قصه خوبی داری. عائله نداری؟ زن یا فرزند؟ یک پسر داشتم. اگر زنده می بود در سن سال تو میشد. چی شد با او؟ مرد مگر؟ خاموشی. زخم قلبت را تازه کردم. صحت نشده بود این جراحت. روزی 1000 مراتب از فراق میمردم. جدا شدیم، کودک بود. یک نگاه داشت که حالا از پیش چشمم دور نمیشه. با دستان خوردش با انگشتش چنان میداشت که گویا میگفته باشد مرحبا پدر، مرا ترک نکن. نرو پدر. پس چرا ترکش کردی؟ اجابت گویم. اجابت بوده است. چگونه کودک خردسال را از خودت دور کردی؟ گفتم که اجابت بود. آواز خان، من هم بی کس کویم. گوش کن چی میگویم. من به تو پسر میشوم و تو به من پدر. به درد یک دیگر درمان میشویم. چی گفتی؟ به نزدیکان تو چی شده است؟ مادرم وفات کرد. پدرت زنده است؟ نه،
چیکار میکرد وظیفهش؟ مردی مایزاده بود. بیا گپ نمیزنیم. گفته بودی که صاحب این امارت مرد گفتنی آدمی بوده است. کمی درباره او قصه کن. یک سروده بود. مولانا رو دوست داری، زخمم رو مکشوی دوست. همین رو میگفت. جامه بر کتف میپرتفت و در دست قیچی. بیشتر اینجا باغچه گل بود. گل ها میشکفت. در دست قیچی و در زبان سرود. با کسی گپ نمیزد و با خیالات میرفت. حافظ، نامش را چگونه دریا نداری؟ نه نپرسیدم. او هم نگفت. پس شنیدم که مرده است. نمیدانی چه خیل مرده است؟ طبق گفته ها رفیق نزدیکش با کرد در پشتش زده است. این باز یک قصه دیگر است. ببخش، من حاضر. الو. یگید در کجایی؟ برای عملیات را انتظاریم. شد، حاضر من می آیم. حافظ؟ حافظ؟ باز کجا گم شد؟ آه خدا. گوش میکنم. سردار، قرخان میخواد که هرچی زودتر با شما واخورد. چی شد؟ گفتنی ها دارد خیلی مهم. درباره مرد ایوین بوده است. مایلش با مکان من بیایید. درباره مرد ایوین چی گپ ها؟ این آدم رو تو میشناسی؟ بله، تاریخ شناسی ارمنی انسرجیان. باز؟ او طالب صلح است. یکی از طرفدارانی مناسبت‌های ترکیه و ارمنستان می باشد. فهمو، باز چی؟ باز این آدم مواد خوبی دسترس کرده است. خلاصه تاریخ شناسان راجع به قتل عام بوده است. بله همینطور. انا در همون کمیسیه یک سند پیشکش می کند که همه دعواها را ساکت می سازد. سند قتل عام دیاسپورا. شما چرا همه اینها رو میپرسید؟ ما هم بعضی چیزها رو میدونیم. یا اینکه برای یگون کار شده است. گوش کن نمیدو، اگر چیزی دونی به من بگوی، من نریسم. التماس پنهان نکنم و چی کار کنم؟ چی با تو بگویم چی در تلویزیون در پخش زنده بگویم فرقی ندارد. خیر چی شده است بگوی، من نویسم. نمیدو، گروه را آماده کن میرویم. چی شد سردارم؟ من فکرم یافتم. فهمو سردارم، رانو رو گسل کرده میایم. گوش کن ممدو، تو نگوی به هیچ کجا نمیروم. مرحمت. کنی رفتیم. زوین کاری بیرون از نقشه رخ داد. پایت معیوب شد. به جای تو سند رو یگید میآورد. البته برای درآمدن کلید و برای خزینه را گشادن رمز لازم است. من یگان رمز نمیدونم. رمز. یک بار دیگر فکر کن. شما قاتل هستید. شما آدم نیستید. یا رمز رو میگویی یا فرزندت رو همینجا در پیش چشمت میکشم.
شنیده بودم که ترک‌ها دانش عملی دارند، اما چنینش را یکم بار شاهد شدم. دوستانت را دعا کن. اجازت زندگی کردن را دادند، وگرنه جسدی تو را نیز می‌یافتند و در روزنامه‌ها ثبت می‌کردند. ما تیاریم. رمز را گرفتید؟ 99199. کلید؟ در کیسه چپ. سایه ما میبرویم. با شما برای کار. گوش کن مندو، به خدا نمی نویسم، التماس بگو. ننوشتنی تو برابری 8 قسم داستان است. مرا نرنجون. بهترش گوی که او را رب بودن یگان کار کردن. نیازی بیا با اینجا. لبای سرکمیسر، این خانم رو برای به مامور اطاعت نکردنش حبس کن. اطاعت. نیازی سرکمیسر، رتبه شما بالاتر است. این شرف زیب شما داره. نیازی تو هم اطاعت نمیکنی. میدونی که جای ماموران عیبدار در کجاست؟ صبر کنید، با فکرم سردارم مرا فریاد دارد. تو رو هر کس که دید از غیب هرچی میشنود. خیرانو به خدا کار بسیار رو. خدای توبه، خوب مایلش. اگر یگون چیز معلوم شد اول به من میگویی، من مینویسم. وعده میدهی؟ وعده میدهم. رو. خوب مایلش. چه نقشه دارید؟ چه خیلی به درون می‌دارید؟ ناگهان تجهیزات از کار میبراید. ما همچون کارمندان تکنیکی کمک میکنیم. سند برای ما خیلی مهم است. با دقت باشید. سند امشب در دست تو میشود. خیر، رفتیم. سردارم چیزی دسترس کردیم؟ ممدو با فکر تو چرا او را نکشتند و را بودند؟ معلوم که استفاده اش میبرند. بله، سند را گرفته میسوزانند. برای همین دیاسپورا از زیارت ارکن کاندو کرد. سند در خزینه وزارت است؟ من با آقای زکی یحیی گپ میزنم. یگان واقعا نشده به خزینه رفته سند را میگیریم. فهمو سردارم. و قراخان میخواد که هرچی زودتر یک جا نشینیم. سردارم، پیشگار امروز همه را به مجلس دعوت کرد. موضوع چی است؟ مردی وین زنده است. این خبر حقیقت ندارد. اگر وحشتی پیشگار را میدیدی، راست یا دروغ بودنش را میفهمیدیم. از کجا فهمیده است؟ هنوز نمیدانم. دلیل زنده بودن مرد ایوین را در هستی ایکاته میداند. یا حیرت زده شدند یا دام میگذارند. اگر این خبر راست باشد خیلی خوب. سردار، ممکن رو یابیم. شرطمان را میگوییم. ممکن همراه شود. سردارم، شما یگان چی نمیگویید؟ سردارم، فهمید آخر زنده بودن مرد ایوین را همچون دام استفاده میبرند و مار را روی زمین میبرورند. احتیاط کنید بدان نفتید. آخر سردارم، گفته های پیشگار یگان ذره نشانه دروغ نداشت. شما مسئله مرد ایوین را فکر نکنید. برای خطا کردنمان آوازه پهن کردن. احتیاط باشید. باورم نمی آید. آن وقت از شما اجرای گفته های من را خواهش میکنید. با دقت باشید. کجا شدند اینها؟ باز نوبتداری میکنیم. حاضر باید بیایند. سایه، در اینجا چندین ناخیل است. کدامش را برم؟ یک لحظه ایست. سیم خاکستر رنگش را ببر. بله، همانش را. اوه، چی شد؟ همه نوارها گم شد. هفته گذشته سنجیده بودند.
خدای خداوند تصویر پیدا نمیشود. خدمت تکنیکی را جیغ میزنم آماده بینم. наварҳо тамом. ҳозир дар ваҳшат афтодаанд. камтар пас хизматрасонии техникиро занг мезананд. рӯбарӯяшон мо мебароем. садо рафт. телефон доранд. системаи эҳтиётии адмаҷа хизматрасонии техникӣ чӣ мехоҳед? аз хазинаи вазорат телефон дорам. таҷҳизотҳо кор намекунанд. ба таври оҷилӣ хоҳиш мекунам. зуд хизматрасонии техникиро равон мекунам. гурӯҳ дар наздикии шумо аст. фаҳмо. ин тарафа шуд. акнун навбати ту. ман тайёрам. сардорам иҷозат шуд? با آقای دادستان گپ زدم. لازم شود سند را دیگر جا میگذاریم. آمد. شاماتان بخیر. اینقدر تیز آمدید؟ آخر تعجیلم گفتید؟ حجتهایتان را دیدن ممکن؟ البته. مرحمت. شد. چی گپ شد؟ خود به خود تصویرها از آینه ناپدید شدند. فهمیدم. اتاق تجهیزات اداره کننده را دیدن ممکن است؟ من میبرم. بیا رفتیم. بیایید. انا همینجا. وقتی زیاد میگیرد. حالا میبینیم. کدام قطعه‌اش باشد نمیدانیم. از کجا دانم؟ یکی از همینها بودگیست. کنی ببین؟ تو کمی دم برادر. مرا میشنوی؟ بله، در درون به خطری حل شد. فهمو. از اتاق برو. به طرفی راست رفتن گیر. و بالا برو. فهمو. نگفتید که خبری اومدن دیاسپورا رو از کی فهمیدید؟ از ثابت. عکس‌ها را هم او نشان داد. معلوم می شود که کته کاری ما رو دشوار میکند. آنها آدمان خوبند، هم عقیده‌های مایند. اکنون بدان که در عکس‌های نشان داده ثابت باز کی بود؟ تخمین کردن دشوار نیست. یگید بود؟ خودش. ممدو کاربست شد. پیکس از یگید چیزی را پنهان دارد. یگیدی که من میشناسم به دام آنها به آسانی نمیافتد. راستی گفت من هم از وضعیت نه آنقدر باخبرم. وقت کم مونده است. یگید حقیقت را میفهمد. انشالله. کاش پشیمانی آخر فایده کند. سایه، تو مرا میشنوی؟ بله، من در بالایم. ایستو، در کدام اتاق بودنش را میگویم. انتظارم. در کجا بودید؟ باز نیم ساعت دیر کردید. من آمدم. نیجا کجاست؟ کمتر پیش از خدمت رسانی تکنیکی نفری اومد. او را برد. با تلفن صدا کردم نشنید. من رفته بینم دیر شد. بیچاره خانه رود. زودتر باش، زودتر. حالا هم نیافتی. زود. در آخری راه رو از راست اتاق دویم. فهمم میدرایم.
9 9 1 9 9 9 شد. نجا خوب هستی نجا؟ نفر بدرون در آمده است، نفر بدرون در آمده است. نجا خوب هستی؟ انا همینجا. همه جا آرام است؟ رفته یک بینیم. خوش 9 9 1 9 9 9 بسیار خوب. این کار از تخمینمان هم آسان‌تر شد. در اینجا چی گپ؟ شما کی هستید؟ من سردار شعبه این مبارزه بر ضد ترور نجیب یلمز. در وقتش آمده. نفر در آمده است. جین زند همینش نمی رسید.